با نظرداشتی باز هم احیا و دریافت هنرمندان چیره‌دست در زمینه اعلان گردیدن سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوی جمهوری تاجیکستان در یکجایی با کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فستیوال جمهوریوی تحت عنوان هنر آموز و آزمون جمهوریوی هنرهای آرایشی از سنگ را دوام 2 سال است که برگزار می‌نماید. دور نهایی این دو آزمون جمهوریوی در شهر دوشنبه برگزار گردید. در فستیوال مذکور زرگرانی با مهارت، هنرمندان کسبی از تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری اشتراک نموده آنها توانستند دسترنج خود را پیشکش حاضرین نمایند. دوام سالهای اخیر در برابر دیگر هنرهای مردمی هنر زرگری نیز انکشاف یافته. زرگرها از طلا و نقره و مس زیب و زینت زنانه ساخته و با آنها از سنگ‌های گوناگون مصنوعات آماده می‌نمایند. زرگری یک از نمونه‌های قدیمی هنرهای ملی تاجیکان محسوب یافته در زمان صاحب استقلالی رشد نمود. از ابتدای عصر 21 دختران تاجیک به این کسب خیلی میل و توجه ظاهر کردند. هدف از برگزاری آزمون جمهوریوی هنرهای آرایشی از سنگ نیز احیا و ترغیب و تشویق هنرهای مردمی، خصوصا تهیه محصولات آرایشی از سنگ، دریافت چهره‌های نوی هنرمند، تشکیل جایهای نوی کاری و بدین وسیله رشد و رونق ساحه سیاحی میباشد. مقصد برگزاری آزمون مذکور این جلب نمودن یعنی کارخانه‌های استحصالی و هنرمندان کسبی و هنرمندان برای رشد هنرمندی در جمهوری تاجیکستان و تامین نمودن جایهای کاری، یعنی زیاد نمودن جایهای کاری در این سمت، یعنی بخش هنرهای مردمی و رشد سیاحی علاقمندی زیاد دارند که جهت رشد یعنی سیاحی در مملکت یعنی هنرمندان سهم خود را می‌گذارند. هنرمندان با استفاده از شرایط و امکانات موجوده و اعلان گردیدن سالهای 2019-2021 3 ساله رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی بر رواج و رونق این دو هنر اجدادی، جلب جوانان و نورسان خاصتا زنان و بانوان و بدین وسیله تأسیس جایهای کاری سعی و تلاش می‌نمایند. آزمون‌ها از روی 3 نامیناسیون کارخانه استحصالی، هنرمند کسبی و هنرمند جنبست گردیده غالبان و اشتراکچیان با جام، افتخارنامه و تحفه‌های تأسیس داده کمیته تدارکات سرفراز گردانیده شدند. واقعا برگزاری چنین آزمون‌ها در ترغیب و تشویق این هنرهای اجدادی سری وقتی بوده امکان می‌دهد که هنرمندان محصولات بهترین خود را پیشکش خریداران گردانند. عبدالحمید نظیر، معروف عبدالله، اخبار.